شما که حاجیایی که با حج اومدنی میشن، حج عمره یا فارسی، زنگ میزنم شما رو. زبان دونستن شرط نزد الله است یا نه؟ اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج، رکنی از ارکان دین نو بس از اون که زبان رو میدونی یا نمیدونی، چون حج در گردن فرض میشه و این فرض هم در عمر همگی یک باره باید که در عمر یک بار همین عبادت انجام بدید، همین فرض ادا بکنید. برای همین دونستن زبان، خب اگر تو در هر حالت چه حجمی چه نوعی زبان رو بدونی، این بهترین علم است. زباندانی خیلی انسان توسعه علمی میبخشه. یعنی که میقات اهل نجد است و اینچنین اهل طائف نیز هست، از همانجا احرام میپوشیم و بار دیگر یک عمره کامل دیگه میکنیم. در این سفری که ما داشتیم، اولا از میقات ذوالحلیفه، از همون میقاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون رو احرام بستیم و یک عمره همون رو ادا نمودیم. و دوم به تنعیم رفتیم به مشاهده که از سه میقات اول ذوالحلیفه، میقات دوم تنعیم و میقات سیوم میشود ذوالحلیفه. کودکان حجاج در درس دادن بود، مشغولی درس دادن بود. خب زمانی بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از اصحاب زنده بودن، اکثر ساکنان این اماکن مقدسه تابعین بودن، یعنی شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی شاگردان صحابیان. خب هر یک شهر این نفرتش می اومدن و وقتی که امیرانی که خود حجاج در دیگر منطقه های شهرهای کلان خلافت امویه انتخاب کرده بود، میخواستند به زیارت حجاج بن یوسف بیایند. حجاج بن یوسف آنها را قبول نمیکرد و با این خاطر که با محافظش گفت که یگان نفر، یگان امیر، یگان والی رو به نزد من در آوردن نماند، بگذار در شعور آنها، در قلب‌های آنها حجاج انا همان حجاج بقوت باشد که بترسند و بر مردم نسبت به مردم ناحقی نکنند و خدمت مردم را بکنند. امیران اگر ببینند که حجاج بقدر خور و سر ناتوان شده شاید که باز اینا هم مغرور شوند. برای همینم یگان کس پیشش در آمدنی نمیموند و به همین خواری و زاری حجاج بن یوسف از دنیا گذشت و زمام امور دولتداری مسلمانان خلافت امویه به دست عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی، عمر عادل گذشت که به اندازه در بین مردم عدل بود که این عمر عنوان عمر ثانی را گرفت. و روز در شام نماز جمعه را میخوانند عمر عادل که بالای سرش ابر گذشت و مردم از او طلب کردند که دعا بکن که همین ابر بالای ما باران شود. دستانش رو برداشت، در روز جمعه دعا کرد که پروردگارا ابر بیرو در جایی که میباری برکتت و زمین ما می آید. یعنی در زمان خلافتی عمر بن عبدالعزیز عالم اسلام عالم با برکت و عدل و انصاف و برابری بود. انا همین بود درباره شخصیتان مشهور تاریخی ساکنان طائفی ها. یعنی گفتیم که خداوند ما را نصیب کرد که امروز با گذشت قریب 1000 سال در انا همون سرزمینی که ناصر خسرو قبادیانی انا اینجا را پیاده قدم زدگی است و در باره‌اش نوشته است یکی از کهنه‌ترین سیاحان اون نیز امروز انشاءالله و زیارت و تماشای مکان‌های مقدس و مکان‌هایی که نسبیت به حادثه‌های تاریخی دارند با اونجا میریم و اونجا رو زیارت میکنیم. خب و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. طائف است.
انشاءالله بریم. یکی از امامان مکه، یکی از مدرسان یونیورسیتی ام القرا، یونیورسیتی بین المللی ام القرا شهر مکه و امام مسجد الحرام شورین عبدالرحمن شورین در همین طایف است. میریم انشاءالله میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، رفیقان، دوستان، خداوند همه شما را دعاگو هستیم که با خانه خود دعوت نماید و دعاگوی آن هستیم که خداوند فیض برکت در دولت تاجیکستان و در خانه هر یک ما و شما بریزانند. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که آرزوی نیک دارن و آرزوی خانه خدا دارن، خداوند با این آرزوهاشون برسونش. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را برای راست، برای دین صراط مستقیم هدایت بگردونند و دعاگوی آن هستیم که خداوند بخشنده مهربان نفرانی که طلب آرزو دارن، طلب دعا دارن، که حاجیانی که به حج می روند، یعنی در جای پاکی نام آنها را گیرند و در حق آنها و در حق فرزند آنها دعا کنند. ما یکی از آنها بوده هستیم که به حج به خانه خدا آمده ایم و می خواهیم نام هر یک قدم شما را در علایدگی گیریم و در حق شما دعا کنیم. دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این نوار ما را گوش میکند خداوند نصیب خانه خود بگرداند و گناه آنها را خداوند بخشنده مهربان نیست و نابود کند و دشمن آنها را چشمشون را کور کند، آنها را در پشت و پناه خود نگهبان باشد و پدر مادر آنها را نگهبان باشد و گذاشتگان آنها را طریق رحمت شایسته جنت کند و نفرانی که این نوار را پهن میکند و دیگران تا که دیگران یک کمی هم باشد درباره حج و درباره جای مقدس و جای پاک معلومات گیرد. خداوند بخشنده مهربان ای از دانی پاک برای آنها فرزند سالم عطا بگردان، آنها را از تلخی جانکنی رها بگردان، از تنگی تاریکی گود نگهبانشان باش، گذاشتن پل صراط را برایشان آسان بگردان و در آخرت عذاب کوثر صیدشان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برادران ما را در آخرت همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که دست به دعا میبردارد و دعا طرفی تو میکند دعاش را مستجاب بگردان. و نفرانی که میخواهند برای مادر خود، برای پدر خود، برای برادر خود، برای فرزند خود، برای همسر خود دعا میکنند که آنها گرچه در زندانند، گرچه در بستری هستند، بیمار هستند، خداوند بخشنده مهربان دعاش را مستجاب گردان و شوهر آنها را صحت سلامت گردان و پدر مادر آنها را یزدان پاک شفای کامل عطا بگردان و فرزندشان را صحت و سلامت در این دنیا و آخرت نگهبان باش. دعا میکنیم که هر نفری که نوارهای ما را پهن کرد و هر نفری که نوارهای ما را تماشا کرد خداوند بخشنده مهربان ایمانش را مستحکم بگردان، گذشتگانش را طریق رحمتش را شایسته جنت بگردان، فرزندانشان را ایمان مستحکم عطا نما و خدمتگار پدر مادرش و فرزندان آنها را و فرزندان آنها و فرزنداش را یعنی نسل آیندهش را خداوند بخشنده مهربان و خانه خود
ایمان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این صدای ما را میشنود ایمان خود بگردان و در آخرت ایمان در همسایگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل نفرانی که از جایهای زیبا، از جایهای مقدس، از جایهای بهترین نوار میگیرد بهر برادران خود به خاطری که برادران خود یکی بهره‌ور شوند خداوند بخشنده مهربان برایشان گشایش کار برای کار تن سیاه دل بیرحم عطا بگردان. برای آنی که ظالمانی که در بین ما و شما هستند همه وقت سنگزنی این برادران هستند خداوند بخشنده مهربان دستش را پاک بگردان که نتوانند نسبت چنین برادران و نسبت ما سنگ پرتایند. چگونه ای که ما در حج اگه فرضی سنگ بزنیم شیطان را خداوند بخشنده مهربان نمیخیل سنگشان میزنند و نفرانی که میخواهند یک گپ بی معنی و بی اندیشه در پایین ویدیوی ما نویسم خداوند بخشنده مهربان خودت قادر هستی آنها را اصلاح بگردان. برای آنان که در هر یک کاری که ما میکنیم به خاطر تو میکنیم و به خاطر دوستی تو میکنیم و دوستی حبیبی تو میکنیم خداوند بخشنده مهربان اگر خود ما ناحق باشیم جزای ما را تنها خودت ده و نفری که میخواهد بر ضد ما گپای قبیح بیاد و میخواهد که جزای ما را جد خداوند تو جزاش ده که بغیر از تو در این خانه توست، دنیای توست. خداوند بخشنده مهربان تو خلق کردی ما را، تو میتوانی برای ما شفا دی، تو میتوانی ما را معرض گردانی، تو میتوانی خداوند بخشنده مهربان ما را عذاب دی، تو میتوانی ما را شفا دی. تنها ما از تو طلب داریم، تنها ما تو رو میپرستیم و این بدبختایی که زیر نروخوراهای ما زیر ما هم زیر سخنهای حق هست خداوند بخشنده مهربان خارج بگردان. برای آنه که برادران عزیز ما این نوارها را تحت سفر اورگانتور، سفر حجی، سفر زیارتی گرفته ایستاده‌ایم که هر آن چیزی که شما میبینید حقیقت است. خداوند بخشنده مهربان همه ما و شما را به اینجا برساند. آمین. الحمدلله برحمتك يا رحمن. Where are you from? Where are you from? Where are you from? From Pakistan, Tajikistan. You Pakistan? For a long time work here. You work here in the media. Yes. You. پاکستانی را میدونی کوی قشقاب زنی؟ क्या आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान से किधर से आप पाकिस्तान से چند قش در کار میکنید اینجا؟ कराची से आप किधर से नहीं कराची से नहीं हम उधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से हाँ आप किधर के हाँ जी आप रशिया से पाकिस्तान से रशिया से फिर چند قش در کار کردسته؟ कितने साल हो गया आप इधर काम करते हैं इसे पैदाशी कर इधर का Yes, about autobus. Bus. Bus? Beep. Yes. बस How many years ago? तकरीबन 2 महीने इसमें 2 महीने को आप ड्राइवर है ऐसा नहीं वो पहला चलाता था दूसरा गाड़ी हाँ दूसरा गाड़ी چند قبل ده؟ दो मोशी गई आफ्टोबस को मिलता है कैसे दिया आफ्टोबस को मिलता है खाना आप पाकिस्तान से किधर से बलूचिस्तान क्यों हाँ क्यों आप इंग्लिश नहीं जानते इधर पढ़ाई नहीं किया ना किधर पढ़ा इधर सऊदी में social İngilizce ne diyor? İngilizce ne diyor? Hamice ta çıkan da iyice falan bu Arap
عربی که نمیدونم. کسی برای مدرسه عربی؟ عربی با عربی پسش که تو دانجست دیگه کی تنجوری است یا که اومدگی تسكنوا هنا في عندكم بيت في باكستان ام لا؟ في باكستان اومدگی یا مدتی درجا خونه دارم باکستان بس که ویزا خدی شما ویزا هست ویزا تو تأشيرة تأشيرة العمل أو لا لا أنا ولدت هنا بداشي دركي بداشي دركي أنجا توارش تجينا یا ویزا در کور نیست إيه هیچ ویزا دو دفعه ای در اینجا تاریخ شده چه ویزا داره کوردر چیز اب ایسه سعودی نیه اب نیه کسی اب ایسه اقامه دورا پروپسکان معاشش چقدر بود تقریبا اب ایسه پیسه معنا کی داره पैसा महीने कैसे आ معنا جوری کا گفت 2015 سو 3000 آیا کنی مازاد تو 3000 ریال نه قریب $1000 قریب 800 $900 ذکر برادران عزیز بازی کم از صحبت ما بود با راننده که از پاکستان است اما در شهر مکه کار و فعالیت میکنه طول 2 سال است که در مکه همچون راننده کار میکنه و 2 ماه است که در این اتوبوسی که شما دیدید ما در اینجا نشستیم 2 مرشدی در اینجا کار و فعالیت میکنه در اینجا رهبر گروه گورگانتور اکای تاجدین با ما همچون ترجمه کرده داد اگر اکای تاجدین نمی بود شاید که ما سوالون را پاسخی پورا نمیگرفتیم برای اینکه اینا زبان عربی را نظم میدونن و شفیع هم باشد زبان عربی را نظم میدوند و زبان پاکستانی را اما زبان انگلیسی را خیلی کم میدونن بلوچه ملتش بلوچه شما یک جوید گرفته این زبان زبان بلوچی یک زبان از بعضی کلمه‌هاش به زبان فارسی نزدیکی دارند مثلا بگیریم در یکان چون کتاب ادبی فارسی برود نیست برود میگن تو خدمت برود کلمه فارسی نیست میگن توجیکو برود میگن یکان فارس برود نمیگه فارسا برود نمیدونن زبان ما زبان که زبان ما زبان فارسی تاجیکی ها ببینیم ریشه زبان تاجیکی فارسی ها سوال دیگر بخشش برادر عزیز سوال بعدتر زنگ بزنید سوال دادنیم دام شما که حاجیایی که با حج اومدنی میشن حج عمره یا فارسی زنگ میزنم شما را زبان دونستان شرط نظر الله است یا نه اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج رکنی از ارکان دین نو بس از اون که زبان رو میدونی یا نمیدونی چون حج در گردن فرض میشه و این فرض هم در عمر همگی یک باره باید که در این عمرت یک بار همین عبادت انجام بدی همین فرض ادا بکنی برای همین دونستن زبان اگر تو در هر حالت چی حجمی چی نمیای زبان رو بدونی این بهترین علم است زباندانی خیلی انسان توسعه علمی میبخشه یعنی توسط زباندانی علم شب و سر میبخشه برای چی؟ برای وقتی که یک کلمه را آموختن باید که معنای همین کلمه حدودی معنای کلمه تو چقدر حد دارد تو چقدر اندازه دارد معنای همین کلمه سبب پیدایش همین کلمه از کدام زبان پیدا شدنش در اون زبان چی معنا داشت در این زبان با چی معنا داخل شد در زبان دیگر پس زباندانی انسان رو علمدار میکنه برای من ضرور است که هیچ وقت دیر شدگی نیست برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزش رو طلب کردن علم رو فرض کرده است
بالاتر از همه چیز، چون که انسان احتیاج دارد به دو غذا، یکی غذای مادی یکی غذای معنوی. غذای مادی همین چیز که همین گشنه شدی، اگر گوشت باشد چیزای با مزه باشد خوب بخوری خوب، اگر نباشه یعنی میقاق هم بخوری ارگانیسم بدنت آرام میگیره دیگه هیچ احتیاج ندارد. اما غذای معنوی انسان با بهترین هاش احتیاج داره. اگر غذای معنوی ای بهترین ها نباشه تو نمیتونی در دنیا با جسم جسدت از جمله راهی بهتری نبیابی. برای همین علم آموزی بگیم بالاتر از طلب مادیات ثروت دارایی ها است. علم برای انسان بهترین لذت می باشه. برای همین خوب است که کوشش کنیم چی زبان دانی، چی زبان آموزی، چی علم های دقیق، چی علم های دینی، همه چیزا مختلف دانستن خوبتر است. خیلی خوب، نه تنها خوبتر بلکه فرض است. باید زحمت بکشیم، باید خودمون غم بتیم، کوشش بکنیم که علم بیاموزیم. سلامت باشه. برادران عزیز، چیزی که شما میدونید ما با زبان انگلیسی یعنی we can speak in English without any some problem. We can explain what we want. بعد برادران عزیز، چیزی که شما میدونید biz yaxshi gapiramiz, o'zbek chanali, qirg'iz chanali yaxshi gapiringam. Bizdan nima kerak bo'lsa biz O'zbekistonga ham bo'lsam Qirg'izistonga ham so'raymaymiz. Nima menga kerak bo'lsa aytaman, mana menga shunaqa kerak. Бродеры азиз, как вы понимаете, что мы знаем язык английский, русский, кыргызский, узбекский и так далее. Постараемся изучать постоянно, одновременно несколько языков, потому что мы должны узнать, что обозначает это слова. И также мы должны пообщаться с людьми, которые вообще-то не знают наш язык. Бозима, як برادر من یک دو سوال با زبان تاجیکی میتونم شما نگاه کنید که یگان چی نمیفهمم. سلام علیکم. تو زبان تاجیکی را میدونی؟ زبان تاجیکی داری سعدی شیروزی را میدونی؟ جزاک الله. برادر عزیز، چیزی که شما دیدین زبان ما رو تماما در روی دنیا نمیدونن، حتی بعضی در اینجا تاجیکستان رو نمیدونن که تاجیکی است. وقتی که افغان میگیم هم سرحد هستیم. افغانستان میگیم شرش میدونن که افغانستان تاجیکستان خیال میکنن که ما در افغانستان هستیم. برادران عزیز، برای همه ما رو کمی مشکلی میآید که با زبان ما گپ زنیم. اما در مورد زمان ما هر چیزی که میخوایم که فهمیم کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی یا که زبان دیگر معلوماتی که برای ما لازم است همه گیرم. تا بازی بسنیم.